تقدیم که به تیم مقابل تو به سمت چپ فرستاده میشه روی دروازه، یه لحظه اشتباه و گل. آلساندرو نستا حساب کارو 1-0 میکنه به نفع میلان. چه اشتباهی کردن مدافعان یوونتوس، گل رو تقدیم کردن به نستا. نستا حساب کارو 1-0 میکنه. بازیکنی که کم گل میزنه این فصل سومین گل خودش رو میزنه. 2 گل هم به کیوو زد در دیداری که دیدا ستاره تیمشون بود. حالا باز هم گلزنی میکنه آلساندرو نستا. با هم نگاه میکنیم اینجا پیرلو میفرسته، اشتباه از فیلیپ ملو. توپو قشنگ مقابل پای نستا جفت و جور کرد و این کار راحت انجام داد نستا. 1-0 نفع تیم میلان. این اتفاق در ورزشگاه المپیک شهر تورین داره رخ میده. ساعت انجام میشه روی دروازه، یک ضربه سر و گل دوم رونالدینیو با ضربه سر به ثمر میرسونه. 5مین گل فصل رونالدینیو کارو تموم میکنه برای تیم یوونتوس. 2-0 میگه در آغوش گتوزو قرار میگیره و حالا در آغوش هموطنش لئوناردو. کسی فکر می‌کنه رونالدینیو با سر گل بزنه این کار انجام میده. حساب کار 2-0 میشه. که باید با نگاه میکنیم جدا کرد خودشو با پشت سر ضربه زد به یه نفرم فکر کنم برخورد کرد. بله تو به سر دیسیلیام داره رخ میده. دیوید بکام دهانه دروازه، یه موقعیت عالی و گل سوم فکر کنم توسط رونالدینیو. بله رونالدینیو گل رو به ثمر میرسونه. یوونتوس در خانه داره تحقیر میشه و باید هم اینقدر خوشحال باشن بازیکن میلان. رونالدینیو هم 6 گله میشه فعلا. دی ناتاله در صدر جدول گلزنان سری آ قرار داره. بکام پاس گل میده. اما اصلا خوشحالی بعد از گل هم به نمایش میگذاره. این لحظه است که تو فرستادش روی دروازه از همه عبور میکنه. یه کنترل سینه بعد تو که به راحتی در دم دروازه قرار میده. پاس گل از دیوید بکام و کار ساده ای که رونالدینیو انجام داد. چه سانتر خوبی رو انجام میده. فلامینی اثر کوچیکم رو تو گذاشت.